السلام علیکم. سیلکه نوارهای قبلی را می توانید از اپیسن ویدیو پیدا کنید. درخت دوستی تقدیم میکند. ذهبوا الى ابراهیم، بره نزد حضرت ابراهیم علیه السلام. بره مردم همگی نزد حضرت ابراهیم علیه السلام بیاید. حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل خدا بود. مردم بیاید بگویند یا ابراهیم، ای ابراهیم، حضرت آدم به داد ما نرسید، حضرت نوح به داد ما نرسید، اونها ما را نزد تو روان کردند. انت خلیل الله، تو خلیل خدایی، تو بهترین دوست خدایی. خدا تو را به خلیلی خود قرار داده. ای ابراهیم، اشفع لنا ربک، به خاطر الله در نزد خدا شفیع شما را شفاعت کن. از این دهشت، از این گرما و از این سختی ما را نجات ده. حضرت ابراهیم میگه ای مردم، امروز خدا چنان خشم کرده است، چنان غضب کرده است که این گونه غضب نه در گذشته غضب کرده بود، نه در آینده این گونه غضب نمیکنه. میگه ای مردم، من در دنیا 3 دروغ گفتم. حضرت ابراهیم 3 سخنی گفتم که بر دروغ شباهت داشت، بر دروغ مانندی داشت. از همین خاطر از الله میترسم. میگه در دنیا وقتی که همراه همسرم ساره حرکت میکردم میرفتم، یکی از پادشاه‌های ظالم نماینده‌شان لشکرشان روان کرد که بره همین حضرت ساره بسیار یک زنی زیبا بود، تو پرسید همون زن به نزد من بیاره، اگر همراهش شوهرش باشم را بکشه، لیکن اگر دادرش و برادرش باشم را بیاره.